دوستان عزیز و ارجمند، من همکنون در حضور یکی از فوتبالیستای مشهور تیم ملی ایران هستم میکایلوویچ و ایشون من دعوت کردن، در معزل ایشون هستم. البته نمیدونم این چجوری اینجا خونمونه داره، این زبل از ایران که اومده نمیدونم دیگه، به عنوان یه فوتبالیست اومده، ولی خب اینجا من دعوت کرد خونه شد. بله، مصاحبه ای داریم با یکی از برجسته ترین بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران. بله بفرمایید لطفا. سوئد. بله شما نظرتون راجع به مربی تیم چیه قربان الله؟ بفرمایید. ویلکن مربی. آقا دو خواهش میکنم فارسی رو ویلکن کدوم مربی؟ مربی تیم ایران علی دایی. ویلکن. نظرتون راجع به علی دایی چیه؟ و دایی هم کردیم باش. خب بفرمایید لطفا. اون رو به درد نبره. خب آیا کسی رو شما در نظر دارید که جایگزینیشون بشه؟ افشین قطبی. افشین نمره؟ قطبی. بله بینندگان عزیز، ما الان خودمون در قطب زندگی میکنیم با قطب زادگان. البته اینجا قطب زاده زیاده. ایشون هم بله افشین قطبی. بله ایشون هم که قطبی شدن. خب بحث شیرین قطب پیش آمد. من از این فوتبالیست عزیز خواهش میکنم که نظری راجع به قطب بدم. قطب چی هست اصلا قربان؟ شما بله تو قطب شما پنج نماز بکنید. نماز چجوریه؟ قربان عوض میخوام شما ولی برگرده ایران چارش تماس بکنید. البته بین علما اختلاف که بود. بله هنوز هم ادامه داره. بله اینه که من میخواستم نظر جناب عالی رو به عنوان یکی از برجسته ترین بازیکنان تیم فوتبال نظرتون رو داشته باشم تا بینندگان عزیز فیض ببرن از فرمایشات جناب عالی. دستشویی که نیستی؟ همین بله اگه توطئه خارجی نباشه با درست میکنم. کیا رو درست میکنی؟ هر کی از رسید درست میکنی دیگه. بله تصویر رضا شاه دوم داریم که مستقیما لایو پخش میشه و همکنون میریم رو نظر یکی از فوتبالیستا. بله بفرمایید دوستان. سلام چی؟ الان سلام نمیدن که. خداحافظ. بابا مصاحبه داریم قربان. میگه سلام چیزی ندارم. ببین یه داوری بود این کچله رشتی، نظرتون راجع به اون داور چیه؟ داور باید ژاپنی باشه. بله نظرتون راجع به تیم عربستان سعودی چیه لطفا؟ آها خب اوکی، یعنی کلا با عربا دیگه. عربا دیگه عربا رو باید بندازی برن. باشه نگاه کن عربا اونقدر پول خرج میکنن برای ما چی خرج میکنیم؟ ایران احمقی نژاد. بله رشمون رو احمقی نژاد میاد اونجا میشینه. بله خب نظر شما، من یه بار دیگه سوال میکنم، شما اگر مربی تیم ملی باشید شما چه برنامه رو در نظر دارید که پیاده کنید رو؟ اولش ورزش چی؟ نشون بدید با انگشتاتون لطفا. اول مرمش. بله بعد ورزش. بله و لرزش فراموش نه اول ورزش بعد مرمش. بله لرزش هم آخره دیگه. نه اول ورزش بعد مرمش. بله البته بعد اونجوری میکنم دیگه. ورزش میشینن. بهترین
بله بنده الان شما صحبت رو بفرمایید من گوشم آقا اینو ما چیکارش کنیم اینو بزنیم اینو آها بله بینندگان عزیز ما شما اول تلویزیون داشته باشید بله شما صحبت رو بفرمایید تمام بینندگان سراپا گوش هستن تا نظریات جناب عالی رو بشنون بله بله خب بینندگان بله شما به عنوان یکی از بازیکن‌ها میتونید یه ترانه‌ای برای ما اجرا کنید بینندگان لذت ببرن بله ترکی میخونید یا فارسی بفرمایید نه ترکی فارسی بفرمایید ترکی بفرمایید ها ده جاده yüzler به oğlum به bunu varsa خب شما بفرمایید قربان همه سراپا گوش هستن ما یه مهمون داشتم از ترکیه اومدم اینجا بله بله بعد از ایشون من سوال داشتم از اونا پرسیدم یه دختر ما 20 سالش بود آها گفتم که شما فامیلیت چیه میگه بله بینندگان عزیز ما متاسفانه در مملکت خودمون این آزادی رو نداریم که یه فوتبالیست ابراز احساسات بکنه و هر چی تو دلشه بریزه بیرون ولی ما در کشور سوئد این آزادی رو داریم که بله آقا یه قریبی ها خب چی میمیاری خب آقا این دوربین آبجا من بفرم نه بس من میرم اتاق فرمان چند لحظه بله به این فوتبالیست عزیز ما ابراز هنر میفرمایند ماشاءالله ماشاءالله ما باید اتاق فرما آقا استریپی Maşallah. Sağ olsun. Yaşasın Azerbaycan'ımız. Azerbaycan'a kurban olsun ya. Dangılı dengeli dangılı dengeli dangılı dengeli dangılı خب اتاق فرمان پاست